بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، منجی عالم بشریت. و سلام خدا بر ولی امر مسلمین، رهبر عزیزتر از جانم. و سلام خدا بر ارواح مطهر شهدا، شهید سلامی و شهید عزیزم مسعود شانعی. و سلام خدا بر شما مردم بیدار و با وفا. امروز آمده ایم تا وداع کنیم، اما نه با پیکری بی جان، با شهیدانی زنده، با کوهی از غیرت، با مردی که بی صدا زیست اما با صدایی بلند رفت. من امروز اینجا ایستادم در قامت همسر شهید، اما نه با بازوانی و زانوانی خم، بلکه با سری برافراشته. مسعود عزیزم، تو در راه خدا رفتی تا ما بمانیم، تا عزتمان، تا غیرتمان و امنیتمان بماند. دشمن خواست ما را بترساند و گمان کرد که با ترور و تهدید ما عقب می نشینیم. اما ای صهیونیست جنایتکار، بدان ما از خون حسینیم، ما ملت امام حسینیم و الگوی ما همان بانوی صبر و ایثار است که بعد از کربلا و بعد از عاشورا و بعد از آن واقعه عظمی فرمود: ما رأیت الا جمیلا. شهادت همسرم اگرچه برای من سخت و جان فرساست، اما رسالت سنگینی بر دوش من گذاشته، رسالت تربیت نسلی که آرمانهای شهدای قدیر و اقتدار و طریق القدس را فراموش نکنند. آقا جان، رهبر عزیزتر از جانم، امر به جهاد فرزند آوری فرمودید، لبیک گفتیم. امر به حمایت از تولید ملی فرمودید، لبیک گفتیم. امر به جهاد تبیین فرمودید، لبیک گفتیم. و اکنون در جهاد با دشمن جنایتکار نه تنها همسر جوان